Don't try to with me. Now what did your mom say? I'm not trying to with you. پسری که اینجا میبینید ریکی توکارسه. 2 سال قبل از ضبط این تصاویر، ریکی در حال جشن گرفتن روز شکرگزاری با خانواده‌اش بود. او با برادر کوچکترش مایک، پدرش فرد و مادرش سارا زندگی میکرد. اونا به نظر مردم خانواده بی‌نقصی بودن. اما زندگی ریکی در 29 نوامبر 1992 به شکلی وحشتناک تغییر کرد. Sort of seen if my mom was like still awake or if she was dead. And then I woke my brother up and You woke your brother up? yeah, and then I told him we had to go get help. And then we went to go get help. پس از بازگشت از سفر تعطیلات، ریکی و مایک با وحشت نظاره‌گر بودند که مادرشون به قتل رسید. بازرسان بلافاصله به همسر سارا، فرد، که وکیلی سرشناس بود مشکوک شدند. I'm sorry to think of the lifestyle that I was losing. Not only my wife, but my whole lifestyle. سال 1992 در ایست ماریتا جورجیا حومه آتلانتا، ریکی توکارز با مادرش سارا، پدرش فرد، برادر 4 سالش مایک زندگی میکنه. فرد وکیلی موفق در حوزه دفاع کیفریه، با دفتر حقوقی خودش، و سارا مادر خانه‌دار که بیش از هر چیز فرزندانش رو دوست داره. She was like over the moon with those little babies. I mean, she was just so devoted to them, so just loved them, and they just adored her. 25 نوامبر 1992 خانواده توکارز به خانواده سارا برای شکرگزاری در فلوریدا میپیوندند. هر گرد همایی جشنی شاد بین 7 خواهر و خانواده هاشونه. فرد باید برای جلسه‌ای در آلاباما برود. بنابراین به سارا میگه که جداگانه به خانه برمیگرده. My mom and dad said that as they were pulling away, Sarah and the boys were singing back to them, "I'll be home for Christmas." I never saw her again. اواخر همان شب پلیس تماسی دریافت میکنه درباره 2 پسر کوچیک که با گریه میگن مادرشون به کمک نیاز داره. پلیس به خونه همسایه میره و منطقه را جستجو میکند. اونا ماشین سفیدی پیدا میکنن رها شده در گودال. با نزدیک شدن متوجه میشن جسد زنی داخل ماشینه. سارا توکارز، 39 ساله. بازرسان اطلاعات کمی برای ادامه دارن. پس از جستجوی ماشین، پلیس به خونه توکارز برمیگرده تا سرنخی پیدا کنن که بتونه به دستگیری قاتل کمک کنه. اما با بررسی بیشتر خونه متوجه میشن داستان پیچیده تره. هیچ نشونه‌ای از ورود غیر مجاز نیست. دری که از حیاط وارد آشپزخونه میشه در واقع قفل نبوده. اما کاراگاهان متوجه میشن قفل از قبل خراب بوده. Drawers had been pulled out and things like that, but there was nothing obvious that was taken. And there certainly were things in there that were valuable that a burglar would take. It was clear to me that this was a stage scene. ریکی و برادر کوچیکش مایک شاهد چیزی غیر قابل تصور بودند. اما پلیس باید برای پاسخ به ریکی مراجعه کنه. او شرح مختصری از آنچه اتفاق افتاده میده و توضیح میده که از خانه ربوده شدند قبل از اینکه مادرش به قتل برسد. The gunman was a black male. He really couldn't tell an age at that time. Rick described the gun that he was armed with as a pirate gun. I don't know how much worse you can get. پسرها ممکن بود از مرگ جان سالم به در برده باشند، اما هنوز در امان نیستند و به عنوان تنها شاهدان حمله بازرسان نگرانند که بچه‌ها هدف بعدی باشند. اونا از ریکی میپرسن پدرت کجاست؟ اون میگه که خارج از شهره. کاراگاهان متوجه میشن او نزدیک به 200 مایل دورتر در آلاباما اقامت دارد. اونا موفق میشن با او تماس بگیرن و به او بگن که همسرش به قتل رسیده. فرد توکارز به وضوح از این خبر ناراحت میشود. I remember thinking our dad had been there to save the day. فرد توکارز رابطش با سارا رو به عنوان یک ازدواج کامل توصیف میکنه. اما خیلی زود شک به خود فرد میفته، چون خانواده سارا
از قبل چیزهای بیشتری درباره رابطه واقعی این دو می‌دونستند. در سال 1985 سارا 32 ساله بود وقتی با فرد توکارس، دادستانی موفق و جاه طلب، ازدواج کرد. I remember my father not being around very much. At the time, it's just dad works, and that's the kind of thing you accept. با گذشت زمان، غیبت‌های طولانی فرد از زندگی خانوادگی برای سارا باعث شک میشه. او به خواهرش میگه که وقتی توی خونه تلفن‌ها را جواب میداد، طرف مقابل فوراً قطع میکرد. سارا نگران امنیت خانواده‌اش بود، ولی فرد همیشه میگفت هیچ خطری تهدیدشون نمیکنه. اما سال 1989 وقتی ریکی فقط 3 سالشه، اون قول فرد خیلی زود زیر سوال میره. برادر ریکی توی ماشین پدرش زیر صندلی مسافر یه اسلحه پیدا میکنه. همه چیز نشون میده که یه چیزی واقعاً اشتباهه. What memories I have of my parents when I was young, and really the only thing I can think of is fighting. It wasn't like a nice household. She tried so hard in the beginning to try to make everything be even and at peace for the boys so that they didn't have to grow up in House of All fighting and yelling and things like that. با غیبت مداوم فرد، سارا همچنین شک داشت که شوهرش رابطه خارج از ازدواج داره. اون میخواست طلاق بگیره، اما فرد به اون میگفت که هرگز نمیتونه بچه‌ها رو ببره. سارا تصمیم گرفت یک کاراگاه خصوصی استخدام کنه تا شواهدی علیه او جمع کند. کاراگاه مدرکی آورد که نشون میداد فرد واقعاً به سارا خیانت میکنه، اما اون میخواست چیزهای بیشتری علیه فرد پیدا کنه. حاضر بود خودش رو به خطر بیاندازه تا مطمئنش پسراش در امانند. وقتی اون خونه نبود، سارا دفترش رو جستجو کرد. فرد به اون اجازه نمیداد اونجا بره، اما اون اسنادی پیدا کرد که شک‌هایش رو درباره فرد رو ثابت میکرد. She gave the papers to my sister Chrissy, and she told Chrissy, if anything happens to me, make sure to take those papers to the police. پس از مرگ سارا در سال 1992 کریسی هنوز نسخه هایی از اسناد را داشت. پلیس متوجه شد که فرد از قبل زیر نظر FBI برای تحقیق درباره پولشویی بود. اما اسناد ثابت نکردند که او در قتل سارا دست داشته و اونا دوباره به نقطه اول برگشتند. فرد حضانت ریکی و مایک را داشت و قاتل هنوز آزاد بود. بچه‌ها از تاریکی می‌ترسیدند و وقتی وارد خونه می‌شدن فکر می‌کردن شاید دزدی داخل خونه منتظرشونه. در این میان خانواده سارا از پا نشستند. پدر سارا به خانواده کمک کرد تا دور هم جمع بشن و اونا انگیزه داد تا برای حقیقت و برای امنیت بچه‌های سارا به مبارزه ادامه دهند. This is something for us to do to try to help and make sure that someone else's sister or loved one can't get hurt like this, and that's what we're going to do. We'll just won't rest until we can get some justice. خانواده و دوستان سارا جایزه‌ای جمع کردند برای هر اطلاعاتی درباره قتل او. نزدیک به 1 ماه پس از حمله، زنی طعمه رو گرفت. او با پلیس تماس گرفت و برادرش رو لو داد. مردی به نام کورتیس روور. That evening and had blood on his tennis shoes and on his clothing and had basically confessed to shooting a woman. کورتیس روور معتاد به مواد مخدر با سابقه جرم بود. پلیس اونو در 23 دسامبر 1992 دستگیر کرد. 24 روز پس از قتل سارا. بازرسان نمیدونستن آیا او انگیزه ای برای کشتن سارا داشت. اونا به اطلاعات بیشتری از اون نیاز داشتند برای هر امیدی به یافتن حقیقت و محافظت از بچه‌ها. در طول بازجویی روور پرسید آیا میتواند تلفنی بزند؟ I said, who you want to call? And he said, I want to call my grandmother. So I sat there and let him call his grandmother. And he hangs up. And Curtis Rower said, my grandmother told me to tell the truth. کرتیس روور اعتراف کرد که به سارا شلیک کرده، اما گفت او کسی نبود که حمله رو برنامه ریزی کرده. اون نامی از مردی برد که ادعا کرد $5,000 به اون پرداخت کرده برای این کار. ادی لارنس. او همون روز دستگیر شد.
اما چیزی به پلیس نگفت. اونها فهمیدن که ادی لارنس به فرد برای مسائل حقوقی مراجعه کرده بود و این دو مرد همچنین شریک تجاری شدند. پلیس بالاخره ارتباطی با فرد پیدا کرد و بازرسان شگفت زده شدند که فرد هرگز در بازجویی درباره شریک تجاریش صحبت نکرد. آنها دوباره او را برای بازجویی آوردند. کاراگاهان همچنین فهمیدند که قبل از مرگ سارا، فرد 3 بیمه‌نامه عمر جداگانه برای او گرفته بود به مبلغی نزدیک به $2,000,000. بازرسان حالا متقاعد شده بودند که فرد در قتل همسرش دست داشته. اما با تمام پول و ارتباطاتش، آنها باید مطمئن می شدن که میتونن گناهش رو ثابت کنن قبل از اینکه اونا دستگیر کنن. 24 دسامبر 1992، یک روز پس از دستگیری کرتیس روور و ادی لورنس، فرد و پسراش در فلوریدا برای جشن کریسمس هستند. خانواده سارا میخوان بچه‌ها رو بیرون ببرن تا کمی شادی کنن. فرد به اونا میگه حالش خوب نیست و ترجیح میده در هتل بمونه. با گذر ساعتها خانواده هیچ خبری از فرد دریافت نمی کنند. پدر سارا میره تا حالشو بپرسه. جان با مدیر تماس میگیره تا کلید اتاقشو بگیره. در رو باز میکنن و اونو روی تخت بیهوش پیدا میکنن. یک بطری قرص روی میز کنار تخت همراه با یک یادداشت. جان عجله میکنه تا دامادش را احیا کنه. فرد به بیمارستان منتقل میشه. پزشکان موفق میشن جانش رو نجات بدن. یک هفته بعد او یک کنفرانس مطبوعاتی غیر عادی برگزار میکنه. I emphatically deny any involvement in my wife's murder, and any suggestion that I might have been involved in any way deeply hurts me. I became very depressed and started to think of the lifestyle that I was losing. Not only my wife, but my whole lifestyle. Unfortunately, I did something that put my life in danger. ماها بدون هیچ پیشرفت جدیدی میگذره تا جولای 1993. 8 ماه پس از قتل سارا، ادی لارنس بالاخره با پلیس همکاری میکنه. اون اعتراف میکنه که فرد او رو برای کشتن همسرش اجیر کرده، چون او بیش از حد درباره فعالیت‌های مجرمانش میدونست. لارنس نتونست خودش این کار رو انجام بده. بنابراین کرتیس راور را برای انجام این کار استخدام کرد. Eddie even went to Fred and said, why don't you just divorce the woman? Fred said, that's not going to do. That's not going to keep her quiet. She knows too much. And Eddie would even say, well, what about your 2 sons? That's when Fred said, well, they'll get over it. They're 4 and 6 years old. They'll get over it. We knew that we were dealing with Fred being the mastermind behind his wife's murder. با اعتراف ادی لارنس، پلیس بالاخره شواهد کافی برای گرفتن فرد داشت. این خبر به خانواده سارا رسید. فرد با پسراش در خونه مادرش در وست پالم بیچ بود و نمیشد پیش بینی کرد وقتی پلیس به اون نزدیک شه چه خواهد کرد. اونا باید راهی پیدا می‌کردن تا فردو به بیرون بکشن و دستگیر کنن بدون اینکه بچه‌ها رو به خطر بندازن. 25 آگوست 1993، همونطوری که امیدوار بودن، فرد از خونه بیرون میاد تا با اونا روبرو شه. وقتی او بیرونه، پلیس میدونه که نمیتونه به پسرها آسیب برسونه و اونو دستگیر میکنن. We just breathed such a sigh of relief. We're like, oh my God, because in the end, that's all Sarah cared about. سال 1995 3 مرد به خاطر قتل سارا پشت میله ها هستند. شوهرش فرد، ادی لارنس و خود قاتل کرتیس روور. هر یک از اونو به محاکمه جداگونه نیاز داره. کرتیس روور سعی میکنه ادعا کنه که مرگ سارا در واقع یک حادثه بود. قاتل میگه مردی که اونو استخدام کرد، ادی لارنس، بعد از توقف ماشین به خودرو نزدیک شده. ادی اسلحه رو گرفته، اما در همین حین گلوله شلیک شده. حالا
ریکی باید شب وحشتناکیشو دوباره زنده کنه تا هیئت منصفه بدون واقعاً چه اتفاقی افتاده و مطمئن شه که قاتل محکوم میشه. 29 نوامبر 1992 حدود ساعت 10 شب سارا به ورودی خونشون در آتلانتا میرسه. مایک روی صندلی عقب خوابه. سارا به او اجازه میده چند دقیقه بیشتر استراحت کنه. ریکی سگشو از ماشین بیرون میاره تا به داخل ببره. اون درو باز میکنه. خونه تاریک و ساکته. پس از چند قدم مردی با اسلحه ناگهان جلوی او میاد. قبل از اینکه سارا بتونه بفهمه چه اتفاقی افتاده، قاتل به اونا دستور میده به بیرون خونه برگردن. سارا بدون اینکه چشم از اون برداره اطاعت میکنه و التماس میکنه که به اونا آسیب نرسونه. وقتی به سمت ورودی برمیگردن، قاتل سگ خانواده رو با لگد کنار میزنه. خشونت او سارا رو وحشت زده میکنه. Anytime a 6-year-old sees their parents scared, I think that's what makes them scared. در میان این آشوب، مایک هنوز روی صندلی عقب ماشین خوابه، غافل از وحشتی که قراره باهاش روبرو بشن. سارا پسر بزرگترش رو نزدیک خودش نگه میداره، اما مرد به او دستور میده پشت فرمان بنشینه. ریکی کنار اون روی صندلی مسافر میشینه. مرد در عقب رو باز میکنه و پشت سر اون میشینه، درست کنار مایک. توی آینه عقب سارا اسلحه قاتل رو میبینه که به سمت سرش نشونه رفته. The gun went off, it was just super loud. And you know in like movies where a bomb goes off and everything's kind of moving slow? I remember the smell of the gunpowder. The guy hopped out of the car and ran. He was gone. ماشین از کنترل خارج شده بود و به حرکت ادامه داد تا توی گودال متوقف شد. ریکی بعد از توقف ناگهانی سرش به جای خورد و پسرای کوچیک حالا تنها بودن کنار جسد مادرشون. برای چند لحظه ریکی روی صندلیش وحشت زده بود. او یادش اومد که مادرش بهش یاد داده که روشن گذاشتن ماشین خطرناکه، پس دستشو دراز کرد و ماشین رو خاموش کرد. Like shaking her, like, hey, mom, wake up, we gotta go, I didn't think she was dead. I thought she was gonna go to the hospital and get fixed up and then things were gonna go back to normal. I don't even think a 6-year-old could grasp it, the enormity of it. سارا نه حرکت میکرد و نه حرف میزد. ریکی فکر کرد اون آسیب دیده و به کمک نیاز داره. پسر از ماشین پیاده شد و به سمت در عقب ماشین رفت تا به برادر کوچیکش کمک کنه که بیرون بیاد. ریکی سپس دستشو گرفت و اونو از مادرشون دور کرد. دو پسر کوچیک نورهایی را در دوردست دیدند و به طور غریزی به سمتشان دویدند. آنها به نزدیکترین خونه رسیدن و مردی درا باز کرد. ریکی و مایک غرق در خون بودن و او بلافاصله با پلیس تماس گرفت. 27 فوریه 1995 ریکی با شجاعت در جایگاه شهادت می ایستد تا علیه مردی که به مادرش شلیک کرد شهادت دهد. او آنچه را که مرد مسلح در لحظه حمله به او گفت و حس و حال بعد از شلیکو به خاطر میاره. Don't try to with me. And what did your mom say? I'm not trying to with you. I sort of seen if my mom was like still awake or if she was dead, and then I woke my brother up and You woke your brother up? yeah, and then I told him we had to go get help, and then we went to go get help. با کمک شهادت ریکی، کرتیس راور به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد و او دیگر هرگز نمیتواند به کسی آسیب برساند. 2 سال بعد در محاکمه پدرش، ریکی مجبور نبود در دادگاه با پدرش روبرو شود، اما متن کامل شهادتش برای هیئت منصفه خوانده شد. We the jury find beyond a reasonable doubt that the offender caused or directed another to commit murder. فرد و ادی لارنس هر دو به حبس ابد محکوم شدند. پس از دستگیری فرد، والدین سارا این دو پسر را با عشق بزرگ کردند.
و آنها هیچ رابطه‌ای با پدرشان ندارند. ریکی مسیر حرفه‌ایش رو با وقف کردن خودش با کمک به دیگران شروع کرد به عنوان غریق نجات. حالا او دنبال علایق خودشه. او عاشق اقیانوس و ورزش‌های آبیه. ریکی هرگز اتفاقی که برای مادرش افتاد و فراموش نمی‌کنه و پدرش رو نمی‌بخشه.